سلام، چطوری شکم ما داخل لباس قالب نندازه؟ این یکی از پرتکرارترین سوالایی بود که تا الان از من پرسیده شده و واقعا ربطی به سن، سایز یا حتی شکل فرم بدن شما ها. در ادامه میخوام بهتون 6 تا راه حل بگم که بهتون کمک میکنه که شکمتون یا پهلوتون داخل لباس نیفته. ولی اول از همه اینو بهتون بگم که فکر نکنید که اگه شکم و پهلوی شما داخل لباس میفته حتما با شکل و فرم بدن شما مربوطه. خیلی وقتا ما خودمون با پوشیدن لباسهای اشتباه باعث میشیم که این اتفاق بیفته. یعنی یه سری مدل لباسهای اشتباه رو انتخاب میکنیم که باعث میشه شکم و پهلوی ما داخل لباس بیفته. حتی اگر شما یه شکم کوچولو داشته باشید ممکنه که با انتخاب‌های نادرست این اتفاق بیفته. دیگه چه برسه به اینکه شکم و پهلو هم زیاد داشته باشید. حالا این نکته‌هایی که در ادامه میخوام بهتون بگم یه سری راه‌حل‌هایی هستن که کمک میکنه دیگه خودمون باعث و بانی این اتفاق نشیم. راه‌حل‌هایی که کمک میکنه که اگه ما خودمون شکم داریم دیگه شکممون رو بزرگتر نشون ندیم. اولین انتخاب شلوارهای فاق بلند اما با کمری‌های گشاد رو انتخاب کنید. همه جا ما شنیدیم که میگه شلوار فاق بلند مثل گین عمل میکنه و میتونه شکم شما رو جمع بکنه. بله درسته، منم قبول دارم که شلوارهای فاق بلند میتونن مثل گین عمل کنن، ولی به شرط اینکه کمری شلوار یک کوچولو گشاد باشه. ببینید اگه کمری شلوار کاملا به بدن شما بچسبه همه چیز رو خرابتر میکنه. قشنگ یه لایه شکم روی شلوار شما میفته و این فاجعه است. کمری شلوار باید به اندازه گشاد باشه که بتونه به راحتی یه کوچولو روی پوست شما حرکت کنه، نه اینکه کمر شلوار کاملا به پوست بدن شما بچسبه یا بدتر از اون توی پوست شما فرو بره. از طرف دیگه شما میتونید از شلوارهای استفاده کنید که مثلا 2% اسپندکس کش داخلشون هست، ولی اگه زیادی شلوار هم پارچش جنسش جوری باشه که کش میاد، بعد از یه مدت استفاده، یه مدت شستشو، قشنگ کمر شلوار جا باز میکنه، قشنگ شکمتون رو بیشتر، بهتر و مشخصتر نشون میده. انتخاب اینه که سمت لباس و بالاتنه هایی برید که از شکم شما فاصله میگیره. دوباره نکته‌ای که اینجا اکثرا رعایت نمی‌کنیم اینه که چطوری لباس‌های آزاد یا خیلی آزاد و اوورسایز رو بپوشید شلخته و نامرتب به نظر نرسید. چون زمانی که شما سمت لباس‌هایی میرید که از شکم شما فاصله دارن، معنیش اینه که شما سمت لباس‌های آزاد و اوورسایز رفتید. و زمانی که شما سمت لباس‌های آزاد و اوورسایز باید حواستون رو جمع کنید که بتونید از روش‌های دیگه فرم و ساختار رو به استایلتون اضافه کنید که شلخته و نامرتب به نظر نرسید. مثلا شما میتونید از مانتو، پالتو و تاپ‌های استفاده کنید که قسمت سرشونه‌ها دقیقاً اندازه شما باشن، نه اینکه قسمت سرشونه‌ها آزاد باشه، قسمت شکم و کمر آزاد باشه، درز پایین لباس آزاد باشه و بیشتر شبیه این باشه که لباس شما رو پوشیده تا اینکه شما لباس رو پوشیدید. میتونید این فرم و ساختار رو از طریق انتخاب لباس‌هایی که از پشت دقیقاً اندازه و سایز شما هستند به وجود بیارید. چون اگه لباس از پشت هم آزاد و اوورسایز باشه، از زاویه بغل شما شلخته و نامرتب به نظر میرسید. یا حتی میتونید از طریق انتخاب پایین‌تنه‌های راسته، پایین‌تنه‌های جذب‌تر این فرم و ساختار رو به وجود بیارید. مثل اینکه باید از هر روشی که شده یک کمی فرم و یک کمی ساختار رو به استایلتون اضافه کنید تا شلخته و نامرتب به نظر نرسید. سومین نکته این که از پارچه‌های طرحدار و ضخیم استفاده کنید. ببینید پارچه‌هایی که طرحدار هستن، پارچه‌هایی که ضخیم هستن به نسبت پارچه‌هایی که نرم و لطیف هستن یا تک رنگ هستن بهتر میتونن شکم و برآمدگی شکم و پهلوی شما رو پنهان. لخت هستن، پارچه‌هایی که ریزش دارن، آره تا حدود زیادی میتونن شکم شما رو بسته به مدل لباس بپوشونن، ولی خب پارچه‌هایی که نرم و لطیف هستن واقعا اینطوری عمل نمی‌کنن. که فصل پاییزه و هوا داره سرد میشه، شما میتونید از پارچه‌های پشمی در سایزهای آزاد و اوورسایز استفاده کنید، یا مثلا میتونید از بافت‌های طرحدار استفاده کنید. بهتر اضافه کنم که اگه سمت پارچه‌های طرحدار رفتید، از پارچه‌های با طرح ریز
تیزتر استفاده کنید، چون پارچه‌ای که طرح درشت هستن، مثلا چهارخونه درشت هستن یا گل‌های درشت هستن، تنها کاری که میکنن اینه که قالب بدن شما میشن، به بدنتون حجم و بزرگی بیشتری رو میدن. و نکته بعدی این که پارچه‌های طرحدار رو برای بالا تنتون استفاده کنید، نه پایین تنتون، چون زمانی که شما از پارچه‌های طرحدار برای پایین تنه استفاده میکنید، تنها کاری که میکنید اینه که توجه مخاطب رو به قسمت شکم و کمر خودتون میبرید. ولی زمانی که از پارچه‌های طرحدار برای بالا تنتون استفاده میکنید، همه چیز بهتر میشه و مخاطب ناخودآگاه نگاهش به سمت صورت شما میره تا اینکه قسمت شکم و پهلوی شما رو نگاه. چهارمین انتخاب اینه که برای لایه زیری لباستون یه انتخاب مناسب داشته باشید. زمانی که شما زیر مانتو، پالتو و کت‌هاتون یه تاپ، تیشرت و یا یه بلوز آزاد رو میپوشید، خیلی میتونه که شکم و پهلوی شما رو پنهان کنه. شبیه اینه که جادو کرده باشید، معجزه میکنه. یعنی در این حالی که میتونه شکم شما رو بپوشونه، میتونه اون فرم و ساختار رو هم به وجود بیاره. مخصوصا اگر اینکه این روش رو با پالتوهایی که فرم و ساختارشون بیشتره، با کت‌ها، مانتو کتی‌ها امتحان کنید. شبیه اینه که واقعا معجزه کرده باشید. این نکته رو هم فراموش نکنید که لایه زیری باید رنگش از لایه روی شما تیره تر باشه تا بتونه قشنگ شکم شما رو جمع و جورتر نشون بده. البته این هم میدونم که شاید این مدل لباس پوشیدن توی همه آب و هوای جواب نده، ولی خب دنیای پارچه ها خیلی بزرگه. انواع و اقسام پارچه ها در جنس های مختلف هست که شما میتونید امتحانش بکنید و با جنس های سبکتر و خنک‌تر میتونید این لایه لایه پوشیدن رو به وجود بیارید. آخرین نکته این که مراقب جیب هاتون باشید. ببینید جیب هایی که روی قسمت شکم و پهلوی مانتو، بافت و پالتوهای شما علاوه بر اینکه حجم اضافه برای بدن شما درست میکنن، باعث میشن که مخاطب به این قسمت ها بیشتر توجه کنه. همین بهتون پیشنهاد میکنم که از مدل های بدون جیب استفاده کنید و اگه قرار موبایلتون یا شیئی رو داخل جیبتون قرار بدید، این شی رو داخل کیفتون بذارید یا از جیب های شلوارتون استفاده کنید. خب این ویدیو هم تموم شد. امیدوارم که این ویدیو هم دوست داشته باشید. ممنون میشم که با لایک و کامنت گذاشتنتون از کانال یوتیوب من حمایت کنید. شاد باشید.